ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزادگان باز دری خود را بروی شما می کشاید. باز از خودشناسی، خود آگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت می کند. آزادگان به شما راز می گوید، نیاز می آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگوییم که این سفر هم آزادگان از 6 فصل عبارت است، از 6 عالمی راز، از 6 دنیای صوت و نوا، از 6 گفت و گذار، از 6 لحظه های دلاویز. فصل اول، یادگاری عینی، بخشیده به بزرگداشتی استاد صدرالدین عینی. فصل دوم، سواره، سخن چند درباره سرود کلاسیکی سواره و در سرچشمه ها چگونه ارزیابی شدن آن. فصل سوم، وضع علم و ادب هندوستان در زمان اکبر، رشد و تشکل صنعت و ادبیات تاجیک در عصر میانه. فصل چهارم، لبچنگ، دایر به این ساز قدیمه خلقی رو آوردن و به منظومه شاعری توانا گلرخسار توجه نمودن. فصل پنجم، پندی بابا، پندی حیات در تهیه روزنامه‌نگار محمد عمری نور محمد. فصل ششم، ترانه های دلانگیز، سخن چند درباره روایات شاعر معروف خلیل الله خلیلی. یادگاری عینی. استاد صدرالدین عینی او مجسمه زبان تاجیکی است. او خورشید ادبیات خلق تاجیک است. او استاد است. در عالم چنین شخصان خورشید خصال یگان یگان می آیند، یگان یگان ظهور می کنند. او یکی از چنین شخصانی است که به بخت ملت ما خداوند داده. استاد صدرالدین عینی زبان آباد کرد، ادبیات تاجیک را به گوش و چشم عالمیان رسان، نشان داد. کتابهایش بازگوی خدمت‌های بی‌نظیر و پرارزش‌ترین اوست. خود یک کتاب نمونه ادبیات تاجیک را تیار نمودن، تهیه ساختن قهرمانی است. همین کتاب سبب شد که بگویند تاجیک کیست و زبان تاجیکی چیست. او با جان و ایمان به ادبیات رو آورد، به زبان تاجیکی سرابان شد. اثرهای صدرالدین عینی سرچشمه بی‌پایان گرانبها می باشند. می نگارد عبدالسلام دیهاتی که از بزرگی فرزند فرزانه بودنش باری دیگر به ما هشدار می دهد. آره، او برای زبان تاجیکی، برای تازگی آن جان سپار بود. در کوره بحث و مناظره می جوشید، می سبزید و برای خود آگاهی خود را بخشیده بود. در کرسی پادار سنگینش بنشسته به افکار سنگینش، فردای ما بر دوش او بار است، آسان مدان تو بار سنگینش. گفتنی گلنظر از همین سبب است. شاعر بازار صابر. خلق همچون پیکره و پیکره چون خلق خیست، کوه خارا پیکره در هیکل بیدار شد، روی او بر سوی ما و روی ما بر سوی اوست. خلق در تمثال عینی خلق منبردار شد، هیکلی او را به حکم هیکلی فرهنگ بین، ننگ را در سنگ بین و سنگ را در ننگ بین. هر کی او را دید اگر فردوسی نادیده دید، بار رستم را هنوز از رخش ناافتیده دید. عمر عینی از برای خلق صرف خامه شد،
خلق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. سرزمینی ما خود از آثار او سر می شود. این زمین با او به دنیای برابر می شود. تا به عینی گرچه دریای سخن شاداب بود، تا به او در زندگی پیراهی نایاب بود. مثل آن روزی که آن را می توان در یاد داشت، در لبی وخش و زرافشان مردم بی آب بود. این حقیقت می کند چشمی مرا هر بار تر، کس نبود در 5 رود از رودکی گمنام تر. در فرنگ از عهد سامان گر اثر می کافتند، در بخارا توده دزدان زر می کافتند. تا به عینی شاعران تنها به تنها خواندند، او سرودی انقلابی خلق را با خلق خواند. تا به او از شاعران دیوان و دفتر مانده است، او به ما دیوان و دفتر هم وطن هم خلق ماند. تاجیکان را از زمین چون دانه ها دریافت او، چون کتابی کهنه از ویرانه ها دریافت او. تاجیکستان گرنه هر یک تاجیک آثاری اوست، خاطری بیداری مردم خاطری بیداری اوست. گرچه طبعی رودکی شعری زکی ایجاد کرد، آفرین بر طبع عینی رودکی ایجاد کرد. گر به دنیا رفت سینا چون طبیبی علت، کرد او را همتی عینی طبیبی ملت. گر زبان شاعران را قوم ها بگشادند، او به شعر خود زبان قوم را بگشاده است. مردم گر داده عالم را کسی فرزانه، عالمی را عینی فرزانه مردم داده است. شکر این مرد که روی خاره های کوهسار، در زمین هم قامتی دور و زمان ایستاده است. همچو پیری تاجیکان با هیئتی پیرانش، در مدار تاجیکستان جوان ایستاده است. بعد از این با زندگانی زندگانی می کند، نشکند سنگ حوادث سنگ های هیکلش. وقت اگر وقتی کند از روی او قطع نظر، پیش پایی می خورد در سنگ پای هیکلش. تاجیکان سوگند خورد، تسری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان. تسری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان. سری خوست رم یک سرگشتم بود با اویون
تاجی تابی تاجی کن صبرم کن پس سری تاجی کن گردد کتابی تاجی کن پس سری تاجی کن گردد کتابی تاجی کن توتیانی خوش زبانی دهلوی رنگی توتی کرده شعری پهلوی چشم قامو سبکی نوروزی عجم همچو ینگوشت عجم را کرده جم چشم قامو سبکی نوروزی عجم همچو ینگوشت عجم را کرده جم تو میباید صاحب و نقشی شهادی تاجی کن ماندار زان و نوارش ربابی تاجی کن دست بردی با کتابی تاجی کن صبرم کن پس سری تاجی کن گردد کتابی تاجی کن پس سری تاجی کن گردد کتابی تاجی کن پس سری تاجی کن گردد کتابی تاجی کن. یادگاری استاد سخن صدرالدین عینی برای ملت ما بزرگترین گنج است، بی‌زوالترین کاخ است که از باد و باران گزند نیابد. حالا ما به شعر شاعر دلاگاه محمد علی عجمی رو می‌آوریم که او را آن استاد سخن را چگونه وصف نموده به رشته نظم کشیده. بباید همچو عینی با سخن باد، بباید همچو عینی با وطن باد. تمامی زندگیش جستجو بود، تلاش و غیرت و ننگ و نمو بود. بلند از او بگشت آواز تاجیک، عزیز و همدل و همراز تاجیک. اگرچه زخمها بر پشت خود داشت، قلم از ننگ اندر مشت خود داشت. سخن را کارگر چون مومیا کرد، به هر درد و شکستی ما دوا کرد. کلامش همچنان پربار باشد، همه رمز و همه اسرار باشد. کند روشن چراغ جان ما را، دهد معنی شکوه و شان ما را. صدای زنده تاریخ عینی است، بزرگی گر همین نبود دیگر چیست؟ حبیب خلق بودن در همه حال، ادیب خلق بودن در همه حال. گذشت او آن همه تزویرها را، گسست او آن همه زنجیرها را. به نومیدان امید آورد عینی، همه شب بود شید آورد عینی. زهی مردی چنین است و چنان است، وجودش بل جهان در جهان است. به هر معنی سخنداری همین است، که یعنی خود وطنداری همین است. همه پند است شرحی حال عینی، بود هر سال ما خود سالی عینی. بله، استاد عینی ما را صاحب زبان کرد، ادبیات ما را به عرصه جهانی برآورد. من کامل دریافتم که صدرالدین عینی چگونه زبان مادریش را دوست می دارد. گفتنی عالم براگینسکی از همین جهت است. یادگار استاد عینی برای خلق ما همیشه زنده و پاینده است. یادگاری عینی و این کوهساران زنده باد،
یادگاری عینی و این کوهساران زنده باد. شعری ترسون زاده و این آبشاران زنده باد. شعری ترسون زاده و این آبشاران زنده باد. غنچه های پخته می خندد ز خندا خندشان، خنده های دختران در پختزاران زنده باد. خنده های دختران در پختزاران زنده باد. مادران تا حال می پایند راهی اسکران، مادران تا حال می پایند راهی اسکران. آخرین امید این امیدواران زنده باد. آخرین امید این امیدواران زنده باد. در شاخساران زنده باد. لاله های مرغکان در شاخساران زنده باد. یادگاری عینی و این کوهساران زنده باد. شعری ترسون زاده و این آبشاران زنده باد. سواره چون شبگو گرفتی راه شبدیز، شدندی جمله آفاق شبخیز. سواره آهنگ است که پیش نظر ما راهگردی اسب را می آورد. آن اسبی که در آهنگ گردش و در حرکت دلپذیرش همه را به وجد می آورد، در هوای راهگردیش ترانه می روید. در دانشنامه شش مقام آورده شده است که سواره نوا، سرودی باستانی در موسیقی استادانه مردمان ایرانی که بدتر چون اصول خاص آوازی و مقامهای خوارزمی وارد شده است. شاخه آوازی ترانوی در مجموعی مقامهای خوارزمی ضمن این بغیر از سواره در ترکیب مقامهای خوارزمی قرینه سواره دوگای حسینی هم به نظر می رسد. سواره، این معلومات به ما دردخور نیست. می دانیم که در 12 مقام و 6 مقام سواره هست. ولی سواره در سرود و موسیقی چیسان وارد شده است؟ آیا سواره به اسب وابستگی دارد؟ چرا عرب‌ها در آهنگ گردش اشتر 101 شعر و ترانه گفته؟ در آهنگ راهگردی کاروان سرود و آهنگ ها دارند؟ پس ما هم به اسب باید سرود و ترانه ها داشته باشیم. آخر اسب بوده همدم و هم آهنگ نیاگان ما، گذشتگان دلیر و بیباک ما، آریان نژاد هاست. اسب با جلوش، با شیهه زنگوله‌دارش بسیار فرزندان فرزانه ما را عاشق خود نموده. هم رخش و هم شبدیز و هم گل بادام و هم بادپای در سرود و داستانهای شاعران افسانه گردیده. دیگر آن که اسب با شنوایی و تیزبینی خود مشهور و معلوم است و در هوای موسیقی بی خطا قدم میزند.
از چارپایان سواره چون اسب جانوری زیبا و دانا را نتوان دید. ما قصه شبدیز و رخش را می‌دانیم، چندین بارها شنیده ایم، خوانده ایم، ولی از احساسات و موسیقی در کنی آن کم گفته ایم. ما را باعث افتخار است که با این چارپای بسا هوشیار و زیرک سر و کار داریم و در تاریخ با ذاتهای مشهور اسبها مکان و جایگاه آنها شناخته شده است. خود ذات اسب‌های سغدی و خوتلانی هوس بسیار خلقها را آورده. اسب آهنگ گفتار، مقصد و مرام صاحبش را خیلی عمیق و دقیق درک کند. از همین جهت در سرود و ترانه‌های خلقی و کلاسیکی سواره وارد گشته است. مرا شورست بر سر از همیدی، نمیدانم کنون بشو همیدی. یکی امروز با ما سر دل کن که دارد عالم این عالمی دل، عالمی دل که دارد عالم این عالمی دل، عالمی دل. نشین در پرده میز را بسازش، بسی دارد نماز رو بمیدی. قبولی کس نگردد این حکایت، اگر گویی کی باشد مرمی دل، مرمی دل. اگر گویی کی باشد مرمی دل، مرمی دل. دلی خود را به میری دل قوی کن، ای باشد اقبی پروین شبمی دل. در این مهنت سرای امروز توغرا، نمیابم کسی را همدمی دل، همدمی دل. نمیابم کسی را همدمی دل، همدمی دل. نمیابم کسی را همدمی دل، همدمی دل. عالم نقطه‌دان و صاحب ذوق اصل‌الدین نظامов در کتابش تاریخ و نظریه شش مقام بیهوده به سواره داخل نکرده است. از همه مهم آنکه عمیق و دقیق سرچشمه ها را آموخته این نقطه را چنین بیان نموده است. در مورد ارتباط تعلیمات تصوف با موسیقی شش مقام، نقش سواره ها را باید علاهیده قید کرد. این ژانر موسیقی آنقدر هم قدیم و پر از معماست که سبقت آثار متقابلی تعلیمات صوفیانه و عناصر موسیقی آن را
تدریجاً نمیتوان معین ساخت. یکی از علمای بزرگ تصوف قطب الدین عبادی در خصوص سواره این طور معلومات داده است: بدان رونده را شوق مرکب است و هر مسافر که پیاده رود زود مانده شود و باشد که منقطع شود، یعنی قطع راه کند و به مقصد نرسیده ملول گردد و بازگردد، زیرا که بال طمع زود کنده شود. اما مرکبی شوق تیز رو است و هرگز فرو نمی آید تا به مقصود نرسد. مرکب شوق سالک است. سرود سوارگان خیلی قدیمه است که از این گفته ها برمی آید. در عصر ده ابوالفرج الاصفهانی دایر به سواره ها چنین معلومات را ذکر کرده: عبدالملک صدای ابو عیسی سید بن مسجح را شنید و پرسید: آیا غنای رکابان را می دانی؟ گفت: آره. گفت: بخوان. و مسجح آوازی در آن را بخواند. معلوم است که غنای رکابان این همان سلسله سرودهای سواره یا اسپراس می باشد که زمان سراینده فارسی زبان بن مسجح آن را به سمع عرب ها رسانیده است. می آورد عالم اصل‌الدین نظامов. ولی چی گوییم که از آن سواره ها در 6 مقام تنها یک سواره باقی مانده؟ آن هم در مقام بزرگ، در ترانه های سرخبار بزرگ که بر غزل سیدای نصفی است: دامنی گلستانش تا مرا به چنگ آمد، پیراهن بر اعضایم همچو غنچه تنگ آمد. اما در سرچشمه های تاریخی هنوز در آخر عصر 19 در مدنیت موسیقی بخارا و خوارزم و خوجند و اصفره نمودهای زیادی سواره ها به مثال کچهنگی سواره، چپندازی سواره، تنی سواره، صوتی سوار و غیره و غیره معلوم و مشهور بوده است. سواره سوار اسب است. سواره رکب سالک. سواره اسپراس. در بیاض 6 مقام دایر به ضرب سواره اشاره ها زیاد است. خود به ضرب سواره خوانند، در جای دیگر باید به ضرب سواره گفته شود. گواهی آن گفته هاست: ببر کرده لباسی شهریاری، برون آمد به آهنگی سواری. چشم است جابو آنچنان یا خود بلای جام جهد از آن سنگیل ستان یا غارتی ایمان من مردم چی پنهان که آشوب نقل جان که مجلس گهی مجلس گهی سلطان که نینه که خود سلطان شوخ و مقامر پیشه طالبی اندیشه شیر بیشه سیدت دیا قربان من خونین چو شیر بیشه سیدت دیا قربان من هر روز آیم سوی تو دلجویم از دل سوی تو چون دل که دارد موی تو بوده است وقتی زال من چون
است رفتی زان من در خدمتی جانان من حال منی مسکین بگو در خدمتی جانان من سواره صوت و نوایی است که پیش نظر ما قصه و روایت های قدیمه نیاگان درباره اسب‌های رخش و شبدیز و بادپای و سیمگون و خینگو، بور و غیره زنده می کنند. ما را خوش است و عجیب است که در هوای راهگردی و قدم زنی اسب سرود و ترانه ها رویند از نو زنده شوند. آخر اسب خود از صوت و نوای مهربار نیاگان ما شناخته شده است. باید آینده برون آمد و آهنگی سواری. به تو گشت آن زمان هرکس که رخی تو دی جانا عاشق به تو گشت آن زمان هزار عاشق بر قیدی تو شد زبردانا مرغی دلی صد هزار عاشق در قیدی تو شد زبردانا تیری نگاهت گذشت از جان ابروی کجی تو چون کمانا خون شد دلی ما چرا نگویی حرفی زی وفا از آن دهانا شد دلی ما چرا نگویی حرفی زی وفا از آن دهانا از چینی جبین توست معلوم رنج دزلم
وفا از آن دهان گشته به جهان خسانت و غرر باطلی ملامت و نشانا وضع علم و ادب هندوستان در زمان اکبر. پس از مرگ ظهورالدین بابور سال 1526 530 پسرش همایون به تخت می نشیند، ولی در سال دهم سلطنتش همایون از طرف یکی از سرکردگان افغانها شیرخان از تخت برکنار گردیده به ایران فرار می کند. همایون از شاه صفوی طهماسپ یک پناهگاه سیاسی طلب نموده مدت 15 سال در قلمرو ایران سکونت می نماید. ماه اکتبر سال 1555 به او میسر گردید که بعد فتح ولایت‌های کابل، قندهار، بدخشان و ملک‌های در تابعیت آنها قرار داشته دوباره وارد هندوستان گردد. ماه اکتبر سال 1555 همایون با لشکر پرزور و با نظام خود وارد دهلی گردیده دوباره صاحب تخت گردید. بعد این منطقه های اطراف شهر دهلی، اگره و میرت را نیز پرره زیر تصرف می درآورد. پس از چند ناگهان وفات می نماید. مرگ او را به خاطر به وجود نآمدن فتنه و سرنزدن شور و آشوبها در مدت 17 روز از مردم پنهان نگاه می دارند. اما بعد آشکار گردیدن مرگ همایون در دهلی آشوب برمیخیزد. در چنین وضعی به عمل آمده اکبر به تخت شاهی دهلی می نشیند. موردی ذکر می باشد که در وقت وفات همایون اکبر همراه استادش بیرم خان در پنجاب مشغول فرو نشاندن شور و آشوبها بود. با مصلحت و دستگیری بیرم خان او به دهلی شتافته در تاریخ 17 فوریه سال 1556 در سن 13 سال و 9 ماهگی خود به تخت نشست. با وجود خردسالی خود اکبر بسیار ذکی و هوشمند بوده است. ابوالفضل می نویسد که او به سن و سالش نگاه نکرده بسا باریک بین، مدبر و دوراندیش بود. موردی ذکر می باشد که دوره حاکمیت پدر اکبرشاه همایون اکثر با جنگ و جدالها، فتحکاریها و برگرداندن تاج و تخت از دست رفته سپری گردید. از این رو همایون در مدت حکمرانی خود نتوانست جدی به کارهای تنظیم و براهمانی سیاست و امور دولتی مشغول گردد. اگرچه خود همایون نیز چون پدرش بابور میرزا از اهل فضل و دانش و از علمهای زمانه آگاه بود، با سببهای ذکر شده در تربیت، دستگیری و پرستاری عالمان، شاعران و اهل هنر سهمی ضروری گذاشته نتوانست. همایون از علمهای ریاضی، فلسفه، نجوم و ادبیات بهره‌ور گردیده بود. با علم نجوم میل زیاد داشته حتی میخواست رصدخانه عظیمی در شهر دهلی بنیاد نماید. در دایره های درباری مخصوصاً در بزرگترین شهرهای شاهیگری اگره و دهلی اهل علم و ادب هنوز پره متمرکز نگردیده بود. هنگام برگشتن از ایران در سال 1546 همایون را در برابر امیران، اعیان و اشراف گروه کلان اهل علم و صنعت نیز همراهی می نمودند. از جمله خواجه غازی تبریزی، مشرف دیوان، عالم علمی حساب و تاریخ، محمود هیروی، عالم معروف، شیخ یوسف چولی، عالم دین، مولانا نورالدین، عالم هندسه،
هیئت و نجوم، سلطان محمد رهنه آلین استاد موسیقی و صنعتکار ماهر از قبیل عالمان شناخته به شمار می رفتند. همایون نیز مثل پدرش به کتاب میلی تمام داشته است و در دهلی کتابخانه با نام پران قلعه بنیاد می نماید. اینچنین در فهم و درک شعر و منطق کلام نیز استعداد خاصه داشته با عالمان و شاعران همواره بحث و مجلس می آراست. عالمان، شاعران و اهل علم و هنر دائما مورد لطف و عنایت بی‌پایان او قرار داشتند. با همه این در زمان سلطنتش همایون زمینه را برای انکشاف علم و هنر به اندازه امکانیت موجوده فراهم آورده بود. در زمان تیموریان هند شهرهای دهلی و آگرا بزرگترین و مهمترین مرکزهای انکشاف و ترقی و رشد و نموی علم و ادب به شمار می رفتند. به خصوص گسترش علم و ادب فارسی تاجیکی هنوز از زمان غزنویان در این منطقه ها آغاز گردیده در زمان سلطنت لودیان نیز با سرعت ادامه داشت. این روند در زمان حکومت تیموریان خاصه در زمان حکمرانی اکبر به درجه اعلا می رسد. شهرهای دهلی و آگرا در زمان تیموریان نیز مقام خود را همچون بزرگترین مرکزهای بزرگ اهل علم و هنر نگاه داشته بودند. شهر دهلی تا آغاز سلطنت اکبر پایتختی امپیری تیموریان محسوب می گردید. شهر آگرا تا آمدن اکبر یکی از مرکزهای معروف کلانترین فرهنگی و تجارتی بود. بعد به تخت نشستن با فرمان اکبر آگرا پایتخت شاهیگری اعلان گردید. در عهد اکبر قریب تمام عالمان و شاعران در آگرا متمرکز گردیدند. قسم زیادی آنها به کارهای اداری دولتی مشغول بودند و اکبر از نیروی عقل و هنری آنها را در وسعت و استواری دولت و حکومت خود ماهرانه استفاده می نمود. بعد از وفات همایون در زمان سلطنت جلال الدین اکبر علم و ادب به درجه نهایی ترقی خود رسیده بود و عالمان و شاعران بیشماری در دربار او جمع گردیده بودند. همه آنها تحت تربیه و سرپرستی شخصی اکبر به فعالیت ایجادی مشغول گردیده به دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده بودند. اکبر در بزرگداشت عالمان و شاعران از همه نمایندگان خاندان تیموری پیش دستی نموده دربار خود را به مرکزی تجمعی اهل علم و ادب تبدیل داده بود. شماره زیادی عالمان، شاعران و فیلسوفان در دربار او جمع گردیده بودند و نوابسته از ملت و مذهب و آیین خویش مورد استقبال و التفات اکبر قرار می گرفتند. اکبر خصوصاً به شاعران و اهل علم احترام خاصه داشت و هیچ عالمی را بی بهره از لطف و مرحمت خویش نمی گذاشت. او اگرچه خود سواد کافی نداشت و طبق معلومات بسیاری سرچشمه ها حتی خواندن و نوشتن هم نمی توانست، از درک شعر و سخن برخوردار بود. اکبر شاه مدام شاعران را به ایجاد شعر تشویق نموده خود نیز گاه شعر می گفت و در شناخت نازکی های شعر استعداد فطری داشت. خصوصاً به شعر فارسی تاجیکی شوق و رغبت خاصه داشته است. روندی روآوری شاعران و سخنوران، عالمان و ادیبان و اهل صنعت و هنر از منطقه های ماوراء النهر و خراسان به سرزمین هند هنوز در عصرهای 10-11 از زمان سلطنت غزنویان و غوریان آغاز گردیده بود. این روند در زمان حکمرانی سلطنت لودیان در دهلی ادامه یافته در دوره تیموریان هند باز هم بیشتر می گردد که دارای سببها و مشخصی سیاسی و اقتصادی اجتماعی می باشد. در دوران سلطنت همایون مهاجرت اهل علم و ادب ایران و ماوراء النهر به ایران نسبت به دوره بابور افزایش می یابد. در زمان اکبر این روند
به اوج اعلای خود می رسد که در اثر اکبرنامه چنین تصویر یافته است. چون ستاره دولت اکبر به قدرت و مکنت و جاه و جلال به اوج کمال رسید، دستی عطا بخش او باعث شد که سیل شعرا، علما و سخنوران از بلاد ایران احرام طرف اگره و دهلی را بسته در این دیار رحل اقامت افکندند. هستن سری پارایشی داری نشود، دور باد هستن سری پارایشی داری نشود. بیشکند دستی که خم برگردنی یاری نشود. در قیامت سرچشم بیرون کند از جیب خواب، سینه ای آن کس که داغی لعل رخساری نشود. جان در نظر شاهد نداری، دیده از عالم بپوش. قربی چشمی که لرزد گیر دیداری نشود. قربی چشمی که لرزد گیر دیداری نشود. صد بهار آخر شد و هر گل به فرق جا گرفت. غنچه باغ دل مازی به دستاری نشد. پیر شد زیبون سورا خریداری نشد. پیر شد زیبون سورا خریداری نشد. جان
فریادم. اکبر خصوصاً به شعر و ادب فارسی بی نهایت با احترام مناسبت داشت و این عملی بی سابقه آن نسبت به شاعران فارسی زبان سبب کوچ بستن آنها به نیم جزیره هند گردیده بود. تنها در سالهای اول سلطنتش 51 شاعر از ایرانی صفوی رو به هندوستان آورده بودند که قریب همه آنها شهرهای دهلی و آگره را به حیث وطن دائمی خود اختیار نمودند. موافق معلومات گلچین معانی، شماره عمومی شاعرانی که در زمان حکمرانی اکبر به هندوستان مهاجرت کرده بودند به 259 نفر می رسید. این تعداد تنها به زمان اکبر تعلق داشت وگرنه در طول عصرهای 15-16 تنها شماره شاعران و عالمان مهاجر ایرانی به 754 نفر می رسید که این خیلی بسیار است. باید ذکر کرد که زبان فارسی در هیچ زمانی چون تیموریان از مقام و منزلت والا برخوردار نبوده است. شاهان و شاهزادگان تیموری به زبان فارسی محبتی بی اندازه داشته آن را حتی جایگزین زبان مادری خویش نموده بودند. هنوز در زمان بابر فارسی به حیث زبان رسمی کارگزاری دولتی پذیرفته شد. در زمان اکبر زبان فارسی باز هم گسترش یافته هندوستان به مرکز رواج و رونق علم و ادب فارسی تبدیل می یابد. تنها اصطلاح انگلیس ها باعث از صحنه سیاسی و علم ادبی هندوستان بیرون گردیدن زبان فارسی می گردد. شماره بسیاری از شاعران و عالمان ایران و ماوراءالنهر در زمان اکبر رو به هندوستان آورده بودند. شهرهای آگره و دهلی ورد زبان شاعران فارسی زبانان بود. علم و ادب فارسی در کشور هندوستان به اندازه رونق یافته بود که در یگان جا حتی در ماوراءالنهر خراسان سابقه و بعدینه خود را پیدا نکرده است. شاعران و سخنوران در محیط دربار اکبر به وظیفه‌های گوناگون اداری مانند منشی، کاتب، خطاط، مؤرخ، مترجم، پروانه‌چی، ناصر، طبیب، مغنی و غیره که اصلا سواد و دانش را طلب می نمودند جلب می شدند و برای آنها معاش معین و ارزنده جدا می گشت. از جمله ابوالفضل علامی، ابوالفیض فیضی، اشرف خان مشهدی، صالح هراتی، علی بدخشی، میر محسن رازی از قبیل مؤرخان، مترجمان و منشیان معتبری دربار به شمار می رفتند. حتی قسم معینی از شاعران و عالمان از طرف اکبر به وظیفه‌های مهم سیاسی و نظامی مانند سفیری، ندیمی، ناظمی، حاکمی، سوبرداری، سرکاری، میربخشی، میربحری، قاضیگی و امیری تعیین می گردیدند. بغیر این شاعران زیادی بودند که در عهد اکبر به هند مسافرت نموده کوشش نزدیک شوی به دربار می کردند و در تذکیره ها چگونگی مشغولیت آنها قید نشده است. مشهورترین آنها میر امانی، مولانا ابتری بدخشی، قاسمی مشهدی، میر طباطبایی، حیدری تبریزی، سرمدی اصفهانی و سنجری کاشی به شمار می روند. شاعران دیگر نیز بودند که پس از 1-2 سفر از هندوستان به وطن خود برگشتند. از جمله مشفقی بخارایی می باشد که 2 بار به دربار اکبر سفر نموده باز با سببهای نامعلومی به وطن برگشته است. قسم دیگری شاعران و عالمان گرچند در مدت از منصب‌ها و وظیفه‌ها و احترام بی‌نهایت اکبر، وزیران، امیران و شاهزادگان تیموری برخوردار بودند، باز ترک هندوستان کرده به وطن خویش برگشتند. یکی از آنها با نام حکیم رکنا مشهور بود.
او در دربار اکبر با سبب عالم بزرگ تیپ و طبیب توانا بودنش لقب مسیح داشت. او اول در دربار شاه ایران عباس یک فعالیت میکرد و از علمهای زمانش به خصوص فلسفه، الهیات، عرفان، ریاضیات، تیپ، صرف و نحو فارسی و عربی و ادب و شعر آگاهی کامل داشت و از حکیمان معروف زمان به شمار می رفت. بعداً با سبب از شاه عباس رنجیده به هندوستان فرار می کند. او را اکبر خوشپذیرایی نموده مورد احترام و بزرگداشت قرار می دهد. در واقع اکبر در تربیت و پرورش شاعران و عالمان نسبت به همه شاهان و امیران تیموری پیشگام بود و آنها را دائما مورد عنایت و سرپرستی خویش قرار میداد. بداعونی مؤرخ و نویسنده دربار در این باره قید کرده است: خوشا پادشاهی ذوی القدر که اهل فنون روزگار در زیل عاطفتش جای داشتند و به فیض تربیتش نقوش کمالات عجیبه و جریبه بر جریده عالم گذاشتند. دلیل کاروانی اشک ماهی سرد را مانم، دلیل کاروانی اشک ماهی سرد را مانم، اثر پرورد داغ حرف سایی درد را مانم، اثر پرورد داغ حرف سایی درد را مانم، شکستی رنگم بر دوشایی میکشم در این دشت از ضعیفی کاهی باد آورد را مانم، شکستی رنگم بر دوش آیی میکشم محمیم در این دشت از ضعیفی کاهی باد آورد را مانم، در این دشت از ضعیفی کاهی باد آورد را مانم، با خود آتش زنم تا گرم سازم پهلوی داغی، که از افسرده طبیعت
فکر دارم سراپا این فیالم دعوی نامرد را مانم سراپا این فیالم دعوی نامرد را مانم نشکی زیب میجگانم نایی بال افغانم تپیدنم نمیدانم دل بی درد را مانم فلک عمریز دور است دوستان می داردم بیدل یارم ای بروی صفحه‌ای آفاق بیتی فرد را مانم بروی صفحه‌ای آفاق بیتی فرد را مانم یارم لبچنگ. مادرم لبچنگ میزد. این مصرعی شاعری دلاگاه و صاحب سخن گلرخسار به دلم پنجه زد. مادرم را پیش نظر آورد. مادر من هم لبچنگ میزد. اما وقتی که کوهستان خاموش شود، شب تار تند، تنهایی هستی او را فرا گیرد. او با لبچنگ راز می گفت، دردهای خود را، عذابهای دیده‌اش را یک به یک با نوای لبچنگ می کشاد، قصه می کرد. ما فرزندان نوبالش در پهلویش غون شده گوش به نوای لبچنگ مادر می دادیم. غو 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 غو. و رفته رفته آهنگ تغییر می یافت، به زبان می در آمد. مادرم قصه می کرد از آن که پدری ما در کوه و پشت چوپانی می کند، عذاب دارد. گاهی در سرمای و گاهی در گرما می ماند، تنهاست و با سنگ و چشمه های کوهسار همدم و هم صداست. نمی دانم چی می خورد، چی طور شب را روز می کند. لبچنگ نوای دیگر می یابد. مادرم از آن روزهای وصل و فراق و گاهی تیره و گاهی نوربار که همه به مهر و محبت پیچیده بود پیش نظرش می آورد. لبچنگ حکایت می کرد بی سخن بی حرف. لبچنگ قصه می کرد با آهنگ، با دلی مادرم، با آبی چشمی مادرم. سری سرچشمه رفتم من به وقتی، با آبی دیده بنشاندم درختی. شمال آمد درختم ریشه‌کن شد، منی مسکین ندارم هیچ بختی.
از آتشی آتش پرستان مادرم، آتشی از آتشی آتش پرستان مادرم. موج های سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامان بستان مادرم، با همه پژمردگی سامان بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید ز سوزش های دل، با غمی من کوچه خندان خانگیر یاد مادرم، بلگری هر بار برگه واره خالی من، یاد آری از منیست که پریشان مادرم، یاد آری از منیست که پریشان مادرم. یک عصا باری غمی پیرت نتواند کشید، ای صبوریت فزون از سنگ و سنگ داد مادرم، سوی لب نابردنان از دست لرزانت فتاد، باز هستی با اجل دست گریبان مادرم، باز هستی با اجل دست گریبان مادرم، جان مادرم. مادرم لبچند میزد. مادرم سختی زندگیشان را، لحظه های سنگین حیاتشان را نامعلوم با درد نیهان یا به سنگ یا به آب و یا به باد و آتش میگوید و یا علاج کرده از صدق دل در تنهایی از درد هجران، از ناحقی های قسمت اشک میریزد، یا اینکه با لبچنگ با نوای این ساز بسیار قدیمه نیاگان راز میگوید، درد نامه ها می نوازد. شاعر سخنور و سخندان گل و رخسار با سخن لبچنگ نواخته، با سخن راز دلی مادر خویش را افشا کرده. منظومه لبچنگی او یک لوحه پردردی زن مادر است، یک لوحه بسیار مؤثر و پوشیده مادر است که تنها سخنهای دلش را با لبچنگ میگوید، با نوای آن میکشاید. مادرم لبچنگ میزد، چنگ اندر چنگ میزد، با نصیب بود، با ادب بود،
بی ادب را مشت با آهنگ میزد. رنگ رویش رنگ میزد. با تنینی تارهای آهنین روزگاری روزداری خیش را از نام اهل مذهبی عشق طعنه میزد، سنگ میزد. مادری شاعر نه، مادری ماست او، مادری همه آن فرزندان خردی که در گردی مادرند، چشم به راه پدرند، چشم به امید آمدن پیوند خیش همدمی، ولی میبینند که بغیر از امید و آرزو دیگر به چیزی نگرانی نمانده. مادری تنها رهپای به یاد روزهای نیک دردنامه می نوازد، منظومه درد را در رشته آهنگ ایجاد می کند. شاعری دردنامه نویس به آهنگ دل مادران گوش می دهد، آهنگ آنها را می خواند و مادر خیش را پیش نظر می آورد. مادرم لبچنگ میزد. از برای یاری جانی زبانیش، از برای تیر خورده شادمانیش، از برای باغ بی آبش، از برای بختی در خوابش، از برای بره‌های لاغرش، از برای هستی بی اشرش، از برای خوسه گوسالش، از برای مرغکانی جوجه‌داری خیرش. مادرم با چنگ لب تبرنگ میزد. روی تابه تاب داده نان نقشینش، کف به کف میزد، تو گوی دف به دف میزد. گرم کرد دستهای یاد را، در آتش عشق نخستینش گرد آتشدانی سوزان. بهر خود تنهایی رقصیده با هوای آستینش، تا سری آواز او را طفل بیخوابش نگیرد. مادری لالایی می گفت. در سری گهواره گل میوه خندان شیرینش، از متاع عشق بختی اولین و آخرینش. طفلکش نافارتر بیدارتر می شد ز شوری چار بیتی های غمگینش. مادرم از شب ز تنهایی با خود می هراسی، زخمی دردش را شبان چنگی علم خونشار می کرد، چنگ می برداشت با لب چنگ. هرگهی چشمک زنی اختران، حسرتی بین هفته‌اش را به علم بیدار می کرد. مادری شاعر مادری من است. در سیمای مادری شاعر من مادری خیش را دریافتم. در آوای لبچنگ مادرش من مادری لبچنگ نوازم را دیدم. شاعر با رشته سخن صدای لبچنگ را به همه دلها رسانیده. مادری من هم لبچنگ میزد تا ما را الله گوید، تا قصه کوه‌ها، چشمه‌های و رودها را به گوش و هوش فرزندانش رساند. آهنگ درد مادران در نوای لبچنگ افسانه گشته، پر و بال گشاده، ما را به یادی آن لحظه های شیرین رهنمون ساخته. مادرم لبچنگ میزد. مادر یادی پریشان مادر،
افسرده و خشکیده در چشم ترم، افسرده و خشکیده در چشم ترم، پیوسته چو شاخه شکافان مادر، پیوسته چو شاخه شکافان مادری. قزل قلم همه زرد و کبود، ای زردش همه زرد و بود، کبودش همه دود. روزی که انار باغ ها پخته رسید، زرد و به دل مادری من رو زده بود. روزی که انار باغ ها پخته رسید، زرد و به دل مادری من رو زده بود. جانم اینا شده و سرگشته بلا گردانم، دردم به دلش گرفت و داغم به جگر، زرد و بو زهیر گشته مادر جانم، دردم به دلش گرفت و داغم به جگر، زرد و بو زهیر گشته مادر جانمی. رفتم راه زارو بدیدم مادر، قدرش شده افزون و مدارش کمی کم. رفتم راه زارو بدیدم مادر، قدرش شده افزون و مدارش کمی کم. شد زمستان و بهاران مادر، اینو دیده جهان اینو بسامان مادر. بیش گفته گلی امید و گلدانه او، خشکیده به مثل شاخ ریحان مادر. بیش گفته گلی امید و گلدانه او، خشکیده به مثل شاخ ریحان مادری.
شهر مادر شیرین، لب تشنه نشستم و درم جای دیگر. سرچشمه تو و شهر مادر شیرین، لب تشنه نشستم و درم جای دیگر. مادر مادر یادی پریشان مادر، مادر مادر چراغی سوزان مادر، مادر مادر یادی پریشان مادر، مادر مادر چراغی سوزان مادر، مادر مادر یادی. نصیحتی بابا. بابایم همیشه به من تاکید میکرد از آن جای آب نوش که اسب از آن می نوشد، زیرا اسب هرگز آب افلاس را نمی نوشد. جای خوابت را در جای پرتاکی در آنجا گربه خفته است. میوهی را بخور که آن را کیرم خورده باشد. زنبورقی را که در آن مگس‌ها نشسته باشند ناترسیده بگیر. خانه را در جای بساز که در آنجا کورموش زمین را کافته باشد. چاه را در جایی بکن که در آنجا پرنده ها در گرمی لانه گذاشته باشند. نظر و سیما نلال و نگوهر خواهد ماند، نظر و سیما نلال و نگوهر خواهد ماند. در بساطی تو همین گردی سفر خواهد ماند، در بساطی تو همین گردی سفر خواهد ماند. زین گلیستان کی برند بینی آن مغروری، زین گلیستان کی برند بینی آن مغروری. مشتی خاک بر توی بادی سحر خواهد ماند، مشتی خاک بر توی بادی سحر خواهد ماند. بالینی تو سازن پرستارانت، از تو هر چند 200 بالیش و پر خواهد ماند. از تو هر چند 200 بالیش و پر خواهد ماند. این جهان آینه و هستی ما نقش و نگار، نقش در آینه آخر چه قدر خواهد ماند. نقش در آینه آخر چه قدر خواهد ماند. نقش پرواز به
پری کن سایی که در این بادیه نه بال و نه پر خواهد ما که در این بادیه نه بال و نه پر خواهد ما نه زر و سیم و نه لعل و نه گوهر خواهد ما در بساطی تو همین گردی سفر خواهد ما در بساطی تو همین گردی سفر خواهد ما نه زر و سیم و نه لعل و نه گوهر خواهد ما با مرغان خفت و خیز بکن تا دانه های طلایی غله دانه را داشته باشی. بیشتر کبودی بخور. در این حالت پایهایت به قوت و دلت سالم میشه. بیشتر آب بازی کن تا خود را در روی زمین چون ماهی در آب تصور نمایی. با آسمان بیشتر نگاه کن، نه به زیر پایت. فکرت روشن و سالم میشه. بیشتر خاموش باش نسبت به آن که سیرگه باشی. در این حالت روحت آرام و تنت سالم باقی میماند. در حقیقت دانایی پیران ما حد و حدود ندارد. خاطری آزرده‌ای را شاد کردن مشکل است خانه ای از عاشقی آباد کردن مشکل است گر جهان پر باشد از شیرین چو وقتی عشق نیست خسروی را با سخن فرهاد کردن مشکل است خسروی را با سخن فرهاد کردن مشکل است خرمنی عمری کسان را باد کردن میتوان عمر بادی در جهان بیداد کردن میتوان کشوری را سوختن برباد کردن میتوان لیک ملک خانه آباد کردن مشکل است لیک ملک خانه آباد کردن مشکل است قدرتی جویی نداری شورشی دریا مکن باتی مغزی چنین هنگامه و غوغا مکن ای بگیری تو به هر یک کاری آدم ها مکن نیست چون دردی بدی فریاد کردن مشکل است نیست چون دردی بدل فریاد کردن مشکل است تا توانی تو به هر بیچاره میشو چاره ساز گر دلی داری ورا در غصه مردم گداز
دستی امدادی اگر داری به مردم کن دراز زندگی بیاری و امداد کردن مشکل است دستی امدادی اگر داری به مردم کن دراز زندگی بیاری و امداد کردن مشکل است زندگی بیاری و امداد کردن مشکل است ترانه‌های دلانگیز. ترانه هایی که از سخنهای سبز بنیاد شدند در دلها معوا گیرند، دلها را به شوق و ذوق آورند. از سخن دلانگیز آهنگ روید، موسیقی احساس گردد. برای همین هم دلها تشنه سخنی سبز، سخنی تازه و والا است. وقتی که ما در ربایی دو بیتی یک نوگانی، یک صنعتی برجسته شعری را در میابیم و وجد می آییم و با سرودن آغاز می کنیم. تو را کشت آخران محفل نمانده در دلت آخر و غیر از غم چه حاصل دیدی از این بیا برگرد از این راه دل بیا برگرد از این راه چرا بیرم جبوی ای دل چرا در جستجوی ای دل برو زندر نمیخواهد تو را یا عجب به آبروی ای دل عجب به آبروی ای دل عجب به آبروی ای دل زی دستت در عذابم ای دل دچاری استرابم ای سهر شد شکم آرام بنشین بهل یک دم بخوابم ای دل بهل یک دم بخوابم وطن از نو تمامت ای دل جهانت را
شگر فغانم ای دل ای دل چرا پرخون نمودی سینه‌ام را چی میخوایی زی جانم ای دل ای دل چی میخوایی زی جانم ای دل ای دل ای چی میخوایی زی جانم ای دل ای دل ای بس است آخیر حیا کن ای دل ای دیگر ترکی خطا کن ای دل ای و یا از عشق دل بردن بردار و یا من را رها کن ای دل ای و یا من را رها کن ای و یا من را رها کن ای و یا من را رها کن دلتشنه سخن روان و آهنگناک و از صنعت سخن آراسته می باشد. حالا ما بر روایات شاعر معروف خلیل الله خلیلی رو می آوریم. به همان شاعری که در شعرگویی و ترانه سرایی خیلی صاحب استعداد بوده، استادی سخن دانسته شده است. او سرای ای باد صبا بگو چی ها آوردی، مهمان دلی منی صفا آوردی، بوییست نهان در نفسی جان افزا، من دانم و دین که از کجا آوردی. بوی نهان از محبوبه در دل باد است و این نکهت را تنها دلی دردکشی عشق داند، دلی لبریز از مهر حس کند. درد شاعر در شعر جلا می دهد، در شعر نمو می کند. همان دردی که شعر را تولید سازد، شعر را پر و بال بخشد. او از آمدن درد آنقدر شادان و انتظار است که تنها با شعر می توان گفت. درد آمد و رنج آمد و هرمان آمد، ابر آمد و باد آمد و باران آمد، شد خانه زندگی ز بنیاد خراب، من خفته کی سیلی خانه ویران آمد. خانه دل را درد عشق ویران کند، از چشم سیل اشک غم را روان سازد، آن سیلی که از جگر سرچشمه گیرد، از دل بیرون آید.
نمانم به مثل مرغنیم بسمیل نمانم اگر عشقت بود گرداب دریا اگر عشقت بود گرداب دریا مرا هم بر که در ساحل نمانم مرا هم بر که در ساحل نمانم تابان برو باران برا خورشید دی تابان کی سازد جلوان سروی کی سازد جلوان سروی خرامان دماغم را نما از نو زیافت دماغم را نما از نو زیافت سباز سباز بویان زلفی پریشان جان پریشان شاعران را درد باید، غم باید، دلی لبریز از دردی عشق باید. خلیل الله خلیل چنین شاعر است، در وطن غم زندگی کرد، در آه و افغان و درد بی سامان حیات بسر برده، از جسم و جان گذرانیده. زیبا وطنم، جنت دنیا وطنم، ای غرقه خون و اشک تنها وطنم. من جز تو دیگر نام نیارم بر لب، ای وا وطنم، وا وطنم، وا وطنم. شاعر درد وطنش را
غم و غصه کشورش را با شعر می گفت، با شعر اسیان می کرد. افغانستانی در گرداب جنگ و درد مانده را شاعر با وطنش گویا تنهایند، هم درد هم نوایند. او خود نیکو گفته: شعر آهنگی دل است و نغمه روحی بشر، بر نوای دل جهان را عاشق و شیدا کند. این جهان باشد کتاب و عشق سر تا پای آن، شاعر این الفاظ دلکش را به ما معوا کند. شاعر را غم ملت، وطن و ناآرامی و ناآسودگی سخت با خود هم نوا کرده بود. او همه این را میدید، از جسم و جانش میگذراند و پیوسته برشته نظم میکشید. از درد با گفتار آمده ای، از درد سراییدن تنها به شاعری صاحب سخن خاص است. او چنین شاعر بود. گفتا روزت خانه خرابه گفتم، گفتا که شبت چشمی پرابه گفتم، گفتا که دلت سینه خون بکشودم، در آتشی بی کسی کبابی گفتم. غمی بزرگ در دل شاعر پنجه زده، معوا گرفته. غمی که سخنهای آتشین و دلنشین را بیرون آورد، آن دردی نیهان و سخنی شاعری صاحب الهام است. شاعر سخن آباد کرد. شاعر خویش را در عالم شعر و شاعری هویدا نمود. درد او، خانه عشق او سخن است، سخنی روان و لبریز از ذوق و شوق دل. تا ما روش زمانه آموخته ایم، با چشمی کشاده و لبی دوخته ایم، تا مشعل زندگی برافروخته ایم، چون شمع به بزم دیگران سوخته ایم. آه دل شاعر است، آه دل شاعر شعر است، درد دل شاعر عشق است که این همه در ترانه های دلانگیز نمو کنند، جلا دهند و چون دور و گوهر از قلب شاعر بیرون ریزند. از بس خوش و مست و دلربا می آیی، چون باد بهار جان فزا می آیی. دلخانه عشق توست آبادش دار، چون خانه خراب شد کجا می آیی. از روایات شاعر معروف خلیل الله خلیلی گفتیم، شنیدیم و خانه دل شاعر را لبریز از دردی عشق دریافتیم. ترانه رویید، ترانه سبز شد، ترانه ها دلانگیز گشت. گفتم چشمم گفت براهش میدار، گفتم جگرم گفت پراهش میدار، گفتم که دلم گفت چی دارید در دل، گفتم غم تو گفت نگاهش میدار، گفتم که دلم گفت چی دارید در دل، گفتم غم تو گفت نگاهش میدار. گریم ز غمی تو زارگوی زرق است، چون زرق بود که دیده در خون غرق
است تو پنداری که هر دل چون دل توست نین سنما میان دل ها فرق است تو پنداری که هر دل چون دل توست نین سنما میان دل ها فرق است این عمر به ابر نوبهاران ماند این دیده به سیل کوهساران ماند این عمر به ابر نوبهاران ماند این دیده به سیل کوهساران ماند ای دوست چنان بیزی که بعد از مردن انگشتی گزیدنی به یاران ماند ای دوست چنان بیزی که بعد از مردن انگشتی گزیدنی به یاران ماند در آماده نمودن گفتار آزادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، صنوبر رحیم زاده، سبزعلی عصازاده، محمد عمر نور محمد. طالبی محمود. شاد و خرم باشید.